خدایا من در دنیا در وقت بسیار به اهمیتی کردم، در وقت تماما اهمیت ندادم. میخواهم که همون به اهمیتی هایی را که در دنیا کردم، وقت های بیهوده را که گذرانیدم، میخواهم جبران او را با عمل صالح بگردانم. میخواهم که عمل های صالح کنم. میخواهم پایبند زیادتر حسنات شوم تا در پیش تو آمده و از اهل خجالت نباشم. همه لذات این فانی به من خوردن نمی ارزد. نباشد نشعه وصلش به یک سوزن نمی ارزد. به جان پیوند نمرود است، راحتگاه فرعون است. به نزد عاشقی صادق به یک ارزن نمی ارزد. حضرت عبی چی میگه؟ که من زین رنج دنیا میکشم از بحر دیدارش، وگرنه این به یک دم بزمی چون کندن نمی ارزد.